سلام دوستان عزیزم، به کانال آموزشی حسابداری مدرن یا اکاونتک خوش آمدین. موضوع آموزش امروز ما سیستم های حسابداری دو طرفه و یک طرفه هستند، یا به عبارتی دابل اینتری و سینگل اینتری. اما قبل از اینکه سراغ درس بریم، یاد شما نره که این ویدیو را لایک کنید، سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را کلیک کنید. پس بریم سراغ آموزش. خب، حسابداری سینگل اینتری چی هسته؟ حسابداری سینگل اینتری سیستمی هسته که ما در او رویدادهای مالی را وقتی که میخوایم داخل سیستم حسابداری خود ثبت کنیم تنها در یک حساب ثبت میکنیم، در چندین حساب ثبت نمی‌کنیم. هر رویداد فقط در یک حساب ثبت میشه، یا دبت میشه یا کردیت میشه. برای مثال اگر ما پولی را بابت مصارفی بپردازیم، یا حساب مصارف دبت میکنیم یا حساب صندوق کردیت میکنیم، فقط یک بار ثبت میکنیم. این روش در ثبت حساب ها در کش بوک استفاده میشه. کش بوک حسابی است که شما ورودی و خروجی های صندوق را داخل از او ثبت میکنید. این روش خیلی ساده هست و در شرکت های کوچک استفاده میشه. مثال، به تاریخ 1 حمل 1404 ما 4000 افغانی را بابت طلبی که از مشتری داشتیم دریافت کردیم. اینجا یک نمونه از حساب کش بوک ما هسته که ما این 4000 افغانی که به داخل صندوق خود دریافت کردیم ما دبت میکنیم و بیلانس ما یعنی موجودی ما میشه 4000 افغانی. بعد دوباره در تاریخ یک حمل ما 200 افغانی رو بابت خرید 20 نان پرداختیم از صندوق. پس اینجا صندوق ما 200 افغانی کردیت میشه و موجودی ما 3800 افغانی میشه. به تاریخ 2 حمل ما مبلغ 2000 افغانی را بابت بیل برق ماه‌های دلو و هود پرداختیم. پس 2000 افغانی صندوق ما کاهش پیدا میکنه و در نهایت موجودی صندوق ما 1800 افغانی میشه. پس اینجا هر رویداد مالی که اتفاق میفته ما تنها یک بار او را ثبت میکنیم، فقط در یک حساب، یا حساب دبت میکنیم یا حساب کردیت میکنیم. به دیگر ابعاد رویدادهای مالی کار نداریم که دیگه چه حسابایی را تحت تاثیر قرار میده. ما فقط یک حساب ثبت میکنیم و این شیوه خیلی راحت هسته. اما حسابداری دابل اینتری، در این سیستم وقتی که ما میخواییم یک رویداد مالی رو ثبت کنیم، تمامی ابعادی که این حساب رویداد مالی داره را ما باید ثبت کنیم. یعنی با هر رویداد مالی تمامی حساب هایی که تحت تاثیر قرار میگیره ما باید ثبت کنیم و حداقل یک دبت ثبت میشه و یک کردیت. یعنی میتونه که در بیشتر از دو حساب هم ثبت شه یک رویداد مالی. برای مثال در تاریخ 1 حمل ما 4000 افغانی از مشتری دریافت کردیم بابت طلبی که داشتیم. اینجا دو حساب تحت تاثیر قرار میگیره. صندوق افزایش پیدا میکنه، طلبات کاهش پیدا میکنه. پس ما هر دو رو ثبت میکنیم، یکی دبت و یکی کردیت. به تاریخ 1 حمل ما 200 افغانی بابت خرید 20 نان پرداختیم. اینجا هم مخارج آشپزخانه تحت تاثیر قرار میگیره، هم صندوق. مخارج افزایش پیدا میکنه، صندوق کاهش پیدا میکنه. ما هر دو رو ثبت میکنیم، یکی دبت یکی کردیت. و به تاریخ 2 حمل ما 2000 افغانی بابت بیل برق پرداختیم. اینجا هم مخارج برق تغییر میکنه و هم صندوق، یکی افزایش یکی کاهش، یکی دبت و یکی کردیت. پس در این شیوه حسابداری ما تمامی حساب هایی که با یک رویداد مالی تغییر میکنن را ثبت میکنیم و حداقل در دو حساب ثبت میشه. یعنی ممکنه هم که بیشتر از دو حساب تحت تاثیر قرار بگیره و ثبت شه.
تفاوت هایی که این دو سیستم داره، ما این دو سیستم محال یاد گرفتیم کار با این دو سیستم، اما چه تفاوت هایی بین این دو سیستم وجود داره؟ تفاوت اصلی که بین این دو سیستم هست نحوه ثبت رویدادها هست. رویداد مالی در سیستم یک طرفه فقط یک بار ثبت میشه، در یک حساب ثبت میشه، یا دبیت میشه یا کردیت. اما در حسابداری دو طرفه تمامی حساب هایی که تحت تاثیر قرار میگیرن ثبت میشه و حداقل یک دبیت داریم و یک کردیت داریم. به همان اندازه ای که حساب ما دبیت میشه به همون اندازه یک حساب دیگه یا چندین حساب دیگه کردیت میشه. تفاوت بعدی در استفاده کنندگان هست. چه کسایی از این سیستم ها استفاده میکنن؟ از سیستم یک طرفه شرکت های کوچک بیشتر استفاده میکنن، شرکت هایی که زیاد کلان نیستن، حساب از اونا زیاد نیسته و یا مالکین انحصاری دارن، یعنی مالک از اون شرکت یک نفره. ولی سیستم دو طرفه‌اش هم شرکت های کوچک استفاده میکنن و هم شرکت های خاص و بزرگ و این الزامی هسته که شرکت های خاص و بزرگ از سیستم حسابداری دو طرفه استفاده کنن، چون که دقت از این سیستم خیلی بالا هسته و جوابگوی تمامی حساب ها هسته. تفاوت بعدی مصارفی که این دو سیستم داره هسته. سیستم یک طرفه چندان مصارفی نداره، چون که کار با از خیلی ساده هست و حتی مالک دکان یا شرکت هم میتونه خودش از این سیستم استفاده کنه، چون ثبتش بسیار آسانه و به سیستم خاصی هم نیاز نداره. اما حسابداری دو طرفه سیستم خاصی نیاز داره که شما نیاز دارین سرمایه خرج بکنین و او سیستم خریداری بکنین، همچنان اشخاص آموزش دیده استخدام بکنین تا بتونن با از این سیستم ها کار بکنن. تفاوت بعدی مشکل یابی در حسابداری یک طرفه و دو طرفه هست. در حسابداری یک طرفه چون شما یک حساب فقط یک رویداد فقط در یک حساب ثبت میکنید، پس اگر اشتباهی رخ بده شما به سختی میتونید اون اشتباه پیدا بکنید، چون که شما فقط رویداد فقط در یک حساب ثبت کردین و حساب متقابل وجود نداره که اون رو باهاش مقایسه کنین. اما در حسابداری دو طرفه چون شما یک رویداد در چندین حساب ثبت میکنین، اگر یک وقت یک اشتباهی در یکی از این حساب ها رخ بده، شما میتونین این حساب با حساب های دیگه ای که با از این رویداد ثبت شده مقایسه بکنین و به راحتی اشتباه پیدا بکنین. پس در نتیجه این سیستم دو طرفه از دقت حسابی خیلی بالایی برخوردار هست و امکان پیدا کردن مشکلات و حل مشکلات خیلی بالاتر هست. تفاوت بعدی که این دو سیستم داره تهیه بیلانس آزمایشی هست. بیلانس آزمایشی چی هست؟ بیلانس آزمایشی یک بیلانسی هست که شما در او یک جدولی هست که شما در او تمامی حساب های دیبت را در مقابل تمامی حساب های کردیت قرار میدین و شما صحت و درستی ثبت رویدادها را شما اینجا آزمایش میکنید. در حسابداری یک طرفه امکانه تهیه بیلانس آزمایشی وجود نداره، چون شما تنها یک حساب ثبت میکنید و اطلاعات حساب‌های دیگه ناقص هستن. این امکان وجود نداره که شما حساب‌های مختلف در مقابل هم قرار بدین تا صحت اونا را آزمایش کنید. اما در حسابداری دو طرفه چون که تمامی حساب‌های دبیت و کردیت ثبت میشن، با هر دبیت ما حساب‌های کردیت رو ثبت میکنیم، اونجا شما میتونین حساب‌ها رو در مقابل هم قرار بدین و این بیلانس تهیه بکنین. تفاوت بعدی حساب هایی هسته که در این دو روش نگهداری میشن. در حسابداری یک طرفه ما تنها خیلی حساب های ساده را میتونیم ثبت کنیم، حساب های شخصی، طلبکاران، بدهکاران، کشبوک. اما حسابداری دو طرفه جوابگوی تمامی حساب هستن و تمامی حساب ها در حسابداری دو طرفه نگهداری میشن.
و تفاوت بعدی تهیه حساب مفاد و ضرر هستند. در سیستم حسابداری یک طرفه تهیه حساب مفاد و ضرر ممکن نیست، چون شما تنها یک حساب ثبت میکنید، مثلا تنها حساب صندوق ثبت میکنید که شما فقط میتونید موجودی صندوق رو بفهمید، یا اینکه فقط حساب طلبکار خود رو ثبت میکنید که شما چه چیزایی از او فروشنده خریدین و چقدر بهش پول دادین، یا اینکه حساب یک مشتری خود ثبت میکنین که چقدر از شما جنس برده و چقدر پول آورده، اما شما نمیتونید مفاد یا ضرر خود اینجا بسنجین، چون شما تمامی حساب ها را ثبت نکردین، حسابایی که برای تهیه حساب مفاد و ضرر نیاز هسته. اما در حسابداری دو طرفه شما میتونید حساب مفاد و ضرر را تهیه بکنید، چون که شما تمامی ابعاد حساب ها را ثبت کردین. دوستان، آموزش در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که مطالب مهمی را یاد گرفته باشین و در کامنت منتظر نظرات، پیشنهادات و سوالات شما هستم. شاد و پیروز باشین. تا آموزش بعدی شما را به الله پاک میسپارم.